فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و بیننده‌ای به نام فرانک از سنندج در رابطه با نماز تراویح بانوان پرسیدند که اگر خانم‌ها در خانه نماز بخونن جایز هست؟ بله، و حکم اصلیشون اینه که خانم‌ها در خانه نماز بخونند و اگر مسجدی هست و اگر امن نمیتونن برن مسجد، باز هم رفتن مسجد هم اشکال شرعی نداره و جایز هست، اما اولاتر این است که در منزل بخونن.